شنیدم این که تو رنجیدی از من، شنیدم این که تو رنجیدی از من. عجب نه غایبا نگویی اکنون، چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرا ای وعده خود رفته بیرون. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرا ای وعده خود رفته بیرون. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرا ای وعده خود رفته بیرون. کمی هوشم مبر آرامی جانم، نویسم بر خودی تو تاکی مکتوب. تو هوشم میبری من چون توانم، به نظم آرم در این جادو چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرا ای وعده خود رفته بیرون. از آن روی تو را سازم تماشا. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرا ای وعده خود رفته بیرون. چی کردم این که تو دل کندی از من، زیرا ای وعده خود رفته بیرون.
تشکری زیاد. همکسبانم هستند خجسته میرزا ولی فاطمه مشرب. تشکری زیاد. میخواهم کمی با شما صحبت کنم. مخلصان عزیز، تا اینکه مرا شناختن ستاره شدم. تشکر. یعنی با من گروه کلانی کاری بود که تا امروز مرا دستگیری کردند و میخواهم یکی آنها را در این تالار هستند خوش آمدید گویم، منتداری خودم را بیان کنم. چنانه که میدانید در دو ژانر برآمد میکنم، یکی شش مقام است، دیگر استرادا و استادی اولینم در ژانر شش مقام خورشید ابراهیموف هستند. اگر همینجا باشند به خاطر آن کسی یک کف بکوفید. بسیار نازکی های شش مقام را به من آموختند. من منتداری به اندازه خودم را به آن کس بیان میکنم و همچنین در ژانر استرادا یکونی مراتب مرا در صحنه با سرودی با من قرار بگذار استاد ذکرالله حکیموف اینجا باشند. خواهش میکنم یک کف برای آن کس بکوبید که بسیار سرودی خاموشی با من قرار بگذار طفلی گذشت از استاد هستند و اینجا تابش هلالی نیز اشتراک دارند. استاد را نیز خوش آمدید میگویم. یک چند سرودم نازی عاشقانه به تو از این استاد هستند و اینجا تنظیم موسیقی هستند که بسیار زحمت های زیاد کشیدن. یعقوب عبداللهیف هستند اینجا حضور دارند که سرودای ما را رنگ و آرایش میدین برای شما و همچنین تنظیم آواز اکای کامران هستند که به نهایت تشکر زیاد. هر وقت من به نزد آنها رفتم هرگز به من رد نکردند، باعث آنکه خیلی کار داشتند تا امروز در بر من بودن و همچنین به کارگرانم و نوازنده ها که در انسمبل دولتی شش مقام کمیته به نزد رادیو کار میکنیم، فعالیت میکنیم. امروز مرا دستگیری کردن و از راهبری انسمبل دولتی شش مقام فرقت سعید اینجا حضور دارند. باز منتداری خودم را بیان میکنم. در نزد شما برآمد کردن آسان نیست. من خودم تنها نبودم و همین آدمایی که من نامبر کردم همه اینها از روی که صحنه برآمدن مرا دستگیری کردن. به اندازه منتداری خودم را باز هم یک بار دیگه بیان میکنم. خوش آمدن. قدم های شما نوری دیده تاج سر و استاد در اینجا حضور دارند. میخواهم یک دو کلمه برای شما بگویم. سپاس. سلامت باشید. اولین قدم است در صنعت استرادای تاجیک. اولین پیگیری هاست، اولین خیرخواهی هاست که ستاره بانو سر کردند. آرزو دارم که خابیجه مرکزی پرودوسری شاعره کمک گذار شدن، هلال احمر کمک گذار شدن. آرزو دارم که همه صنعتکاران، همه هنرمندان تصمیم بگیرن چنین برنامه ها را خوب مطرح کنن با مرکزهای پرودوسری، با کمک سپانسران. هنرمند میتواند با ساز و سرود دنیا را زیبا سازد. به قول اروپایی میگن که کراساتا سپاسیوت میر، زیبایی دنیا را نجات میدهد، انسان را نجات میدهد. و تالاری که هنر زیبای ستاره بانو را پر کرده است، همین مهر و محبتی دوستداری مخلصان تو است و می آیند
هر جا که صدا کنی میآیند قرص میزنن، نیکی میکنن، خوبی میکنن، دستگیری میکنن. یک قرص میزنیم به ستاره بانو که در حقیقت با هنرش، با صنعتش میارزد که هم روح ما و شما را شاد کند و انسان را کمک کند و دستگیری کند. سپاس به شاعر بانو، سپاس به هلال احمر. آرزو دارم که همین کاری که ستاره بانو کرد، اولی کنسرتش رو خیریوی کرد، همه صنعتکاران و هنرمندان همین پیگیری کنند و مد شود. صمیمی تبریک میکنم. زنده باش. تشکر زیاد و نگفته نماند که مرکزی پرودوسری شاعره و گازیتای نزدی SSR جمهوری و بعداً جمعیت هلال احمد به این کنسرت سهمی خود را گذاشتند. من در برابر این با من همکاری کردند. با اینها نیز مینداری خودم را بیان میکنم. با پای شاعره که بسیار آهنگهایم، سرودهایم از ایجاد این کس هستند. میخواهم برای شاعره بانوی رحیم جان یک کف بزنید. تشکر زیاد با پای شاعره. دوستان ارجمند، با ستاره بانو چند ترانه‌ای که ما تهیه کردیم و آماده کردیم همش دوست داشتنی شدن. سرود دیگر از ما نیست، تیرکی نمیدوند. سرود دقیقه ها، سرود دوشنبه، سرود وطن و عین زمان ترانه‌ای که این زمان صدا میدهد. من به دنبال تو رفتم به سراغی. این سرود وقتی که ما از امریکا برمیگشتیم، این سرود من برای ستاره در داخل هواپیما ایجاد کردم و این لحظه سرود بستم شما رسانیده می شود. من برای ستاره جان در آینده پرواز بلند ایجادی را تمنا میکنم. من فکر میکنم بعد این کنسرت نفوذ ستاره، آبروی ستاره، محبت ستاره در جمهوری بازم می افزاید، چون که ستاره کنسرت خودش را از خیر و سخاوت آغاز کرد. مبارک باشد. تشکر زیاد. بازم یک بار دیگه میگویم که به نهایت خوشبختم، خوشحالم امروز که در نزد شما مخلصان عزیز برآمد میکنم. تشکر که سهم خود را به این دو در عزیز گذاشتید. خداوند خیر شما را قبول گرداند و ناگفته نماند. یک دو کلمه دیگه گفت دارم، بعدا کنسرت ما ادامه دارد. بسیاری ها، اکثری ها به من سوال میدهند که اپای ستاره کرته های شما را کی میدوزد؟ چقدر زیبا. من امروز میگویم که یک دوست دارم، دوستم است، دوگانه هم است، چهورم است، سر تا پا هنر است. امروزها در بر من راست بود. از اولی که من به صحنه برآمدم، من تشکری خود را به آن کس مینداری خود را بیان میکنم. فرزانه نعمت است، میخواهم برایش یک کوف بزنید. تشکری زیاد.